آنه کجیر بیا من کجیر میگم سعی بگه جانم بود دلم جولان زد و یاد وطن کرد پیش نرو چکاره گیرم برسه کجیر کاسه چیه؟ نرم شدی چی بود ماری گیری؟ نه ایش داری؟ نه چیه گیرم؟ ارغابی هم نیه چیه؟ برسه کجیر کاسه چیه؟ فهمی نباشه نیه بلا بیشه نه نیه اغربی شد باشه نیه ماردوزمایی ماردوزمام نیه نه کو گیلک به لیاز تو فکر کن دست نده چکاره دیونه وار برگو چیه تایی؟ ها؟ ایچی نباشه گیلک ما بیکرسون کچی دست نده آچری دیونه ما میگم دست نده می تو وار دارو فهمیدی چیه؟ چیه گیلک؟ ها؟ چیه؟ اون پی سیکو چیه؟ گیلک کشافی نباشه ها؟ کشافی کشافه آه نیه چکاره گیلک باره ندی فهمیدی چیه؟ سابقه که با تو بگم بیا چیه؟ پیش یا با خونه مادر تو میگه پیار تو میگه برارا کته تو میگه بابو تو بگفته بیبی تو بگفته آه بابو ما و بیبی ما و بابو مادر ما و پیار ما و شو عمه ما و شو خاله من بگفته آه اگه فهمیدی دلغت خوب مرغی خواه گیلک نه چیه گیلک؟ باشو باید دارم معلوم بشه دست نده چری؟ مگه همی تو بگی سب که باید دارم معلوم بشه نه دیگه میفهمی گیلک وقت من نگی من میرم که گوسپنداغو با باختیه بیارم میفهمی که نمیفهمی برو برو بگو تو شرط بزن اسب بزن سکو چیه خود تو خرگوشه خرگوشه تایی خرگوش آه. نه انگار که مادر و بچه هم ایران تو با گوشه انگار که مادر بچه هم چیه من میترسم برا نمیفهمی برا آنه رمضان بیا تو بیا تیاره چه کاره گیلا؟ رمضان ها مثل که نمیبینی چی نمیبینم؟ اگه فهمیدی چیه این لگانه ها؟ لگانه این لگانیه چیه با؟ اسم دگیو چیه لگان یا لگان خمیرکنی میگم یا لگان رخشویی میگم یا کاسه مثلا میگم کاسه کلون میگم یا تغار میگم یک چیزی میگم دیگه بیا باجه بیا باجه تو نه؟ باجه من مدیری باجه همین چیه مکتب برو بسلا خوب برو باجه تو هم مثل تو تکلیف حساب داره چیه و میگم یا تغار میگم یا لگان رخشویی میگم یا لگان خمیرکنی میگم یا همه هر چیزی که میزنه که میگم همونه اسم که به تعینون میخوری چی میگم کاسه خب این مثل که تا همین تو بارزنگی حالا کنی والما که به تا میسرشم همین خوری سیکون زیر چیه خود چیه ای که گیله چه خوره مختل مر بکن دی که گیله باخی یا گل کردم من که جیر قد تو قیافی برابر کلیتونه نترسی تو با می قیافی تو فقط آخی گنبت دقیقه که تو کشیدی ما گفتم شاید ما کل خراب کلی تو فقط گنبت خونی مانه تو آدمی بترسیدی که جیر یک مجب قطعه نمیترسه به خوالی چی هسته که من بترسم یا نترسم چی هسته برو سکو چیه گیله چیز خطرناکی کنیه نه کوخه کاخی کنیه که به خدا تو رو مثل سوری و ریلت میکنه اسب بزن چیه اسب بزنم اسب بزن چی تو به خدا اسکه زن چیه بگو اسکه زن چیه ولی این چیه به داخل از این کوخه کاخیه بیبی تو زنکا قدیم میگفتم مرتکا قدیم میگفتم ننها قدیم میگفتم خود چی میگفتم میگفتم اگه فهمیدی میگفتم مردم قدیم 100 رقم گپ میگفتم من چی میفهم که دو گپ پر میگی تو چی میگی 99 تا چی اکی بگو
لگ اصلا من سر به در نمیکنم که وزیر عزیز چیه تو چی میگی؟ برو سیکو. یک دم میگی چیز ترسناکه، یک دم میگی نرو که میترسی. فهمیدی جایزه داری یک دوی مشت دو بیختلگی. سیکو. معلوم نیگی لگ تو چی میگی؟ بابا چیه؟ بیخی لگن ورجس با هوا. اگه مردی چیه؟ یارگی لگ من بره می کار تیرم برارم من به فایده نداره. برو. حالا تو به من نگفتی که چیه؟ او بر نره که میشه یک چیز کرده باشه. نه من فکر کن مادر رو بچم میشه. جوجه سگ و مادر نه. نه. چیه؟ جوجه موشیه؟ نه. جوجه ماریه؟ نه. مرگم و فاجاییه؟ نه. عقل کمالیه؟ نه. من ایتا میرفتم تو سرکی شدی. برو. خوشه میدی. نفهمیدی به نفهمیدی حالا تو کجا هم تاشون من مگر نمیتبادل ما باش کی چی بیره. برو. نفهمیدی به نفهمیدی به. اینا دلبند من بندخت. اینا دلبند تو بخته که گیلگی اونه. برو. هر که بفهمید جایزه. آره نمیفهمی کله گنده سایکو. کجا هستی؟ سلام علیکم و رحمت الله. نگاه من میشه میری؟ من میرم. گرمی پل شفتن خوب. سر می گیلگ استاده بفهمیدی؟ گیلگ استاده یک لگ چه کاسه کلون بروی زمین برداشت من کدل دلبند بنداختم تو شاید هیچی نباشه شاید هم باشه من نمیفهم. اگه رفتی پیش من چه چیه بفهمیدی؟ و من کوی چی نگفت اگه من کاسه بالا کنم تو دل خور ننداخت. میشه ما رمضان ما برم یک دم بالا کنم مار چیزی باشه. نه بابا هیچ چی نگفت به من هیچ چی نگفت دو دفعه من رول داد. خو اگه تو دل تو با دل جرأت بیشتر داری تو برو از منتا پیدا کن که او چیه بفهمیدی؟ خوش دو هم اینجا گذاشته او چیه به نظر شما؟ من چون کاسه کلونه برداشتم میگه زهر چی میگن زیر از این ماره یا کوخی عقرب یا موشیه چیه نمیگه هیچی میگه یک چیزی هست. شما از من کلانتر سعی نکردید. من دل من دست بده تو میشه دل من ویلا نخ دل من بکشید تو برو سر بر کنم خدا ورکن چیزی نه باشه من میرم این تعظیم میپاسم بعد دمه که با تا میدی راه میری بغلا خود میتا یا خرکا خودی بار خو از زیر بغلا تو تیر میشه حالا با تو میگم برو اینجا سکو می چیه تا نبینم چیزی نمیتونم بگم میشه یک چیزی باشه من بکنه یا عقرب چیزی باشه خیش داره به زیر میپاسم خدای شما نمیبینم تا حال قبل شما مربطتون گیلا لطیعه نمیبینیش باشه ما میرم پیشی بابا من خبر بده خوب که ما بیخید به تشویشون که چی به من نشون نداد ایشم تو برا زگار من میمانی یا مولا دلم تنگ آمده جام گل بیام شیشه دلم ای خدا زیر سنگ آمده با خوندن میتونی بله اشتر جام گل نمیبینی چی نمیبینی نمیبینی جلو خورسیکو چیه جلو چیه ای آگه فهمیدی اسکزه که چیه چه کار کنم اسکه زنو اشته اسکه زنو من اسکه همه که میگم تو فکر کن اسکزه چیه این به نظر تو چیه گیل لگه مال من رمضان هم بدید بگو این چیه ما شو به چازی که مثلا ایکو کاسی نون میخورم تا اول به میسه با تامین نون میخوری با تا ساعت نون میخورم به می سیر میشی ها سیر میشی کلش یکم میگم تو ای به می لگه کسی بزیل از این کاسه چیه گیلک جو ما کار دارم مرا مال رمضان هم بده گفت اکته برو سکو گیلک اینجا لگانه گذاشته زیر از چیه بگو انوال برای من که من میرم چرا بگم تو دست نداری ما ور میدانم با یک شهر که اگه ماره بود مر کن مگه دوایی مرا کیلوهای تو بدی مگه خر خور بفروشیم بیان دوایی تو بکنم تداوی تو ای خدا حالا ور دارم ای وردا گیلک انا با تو گفتم چی اگه یک چیزی بود مر کن مگه گیلک جو جواب مر بدی خوبه صحیحه دل جمع باشون نه کو گیلک دیگه دل میکنم نه کو دیگه رمضان قلب ماست بس نه کو کارا خو گیلک چیه چیه نمیکنه مر گیلک نه دل جمع باشون کندنی نیه مرغیه نه خرگوشه نه
چیه پا؟ بابا چیه دیگه وردار تو سایکو چیه؟ این لگ جو نکنی دیگه میترسی که من وردارم نه وردار تو پس من حال مجموعی همه شما غلط امتحان کردم پس خی همه شما غلط امتحان کردم همه ترسوکی تو غروتک محله برو دیگه ترسوکیم شما چیه؟ این چیه؟ این چیه تو به زیر ازی کردی؟ این چیه؟ چیه؟ یعنی چی؟ این چیه؟ رمضان قلب ماست پس تو خاطر امیر رو دادی من نه من مثلا میگم بگو چیه؟ همین چیه؟ حالا من از تو بپرسم همین به دستم چیه؟ این که معلوم نیم کاسی و هم کاسیه دیگه این کاسی یا نیم کاسه؟ خب دیون سرقی دیشب نانه میگفته زیر کاسه نیم کاسیه تو نمیفهمی؟ خب تو گوش کن تو دیگه بیام دیر اینجا چی کردی که زیر کاسه نیم کاسه؟ بله یا خب چیه یعنی؟ رمضان ماست قلب بس اگه من اینجا مفتا جواب میدادی چیه یعنی چی زیر کاسه نیم کاسیه؟ این مطالعه مردم قدیم گیلک جو که کار چیزی که میکردم میگفتن زیر کاسه نیم کاسه آها فهمیدی؟ این تا گپه تو بیام اینجا با سر رو بستدی هر کی تیر میشه و جق میکنی و میشه من قلب مستا چی میفهمیدم؟ برو که بفهمی اما کار نداری؟ نه حالا باید در زیر کاسه و نیم کاسه با خود حالا زیر نیم کاسه اگه کاسه باشه چه کار میشه؟ فرق نداره زیر کاسه نیم کاسه فرق نداره خب برو مطالعه بده گیلک برو مطالعه خوش آمدی رود پوده